روزی روزگاری یکی از اهالی فنیتو خانه بسیار کوچکی داشتندی و بنده خدا جایش بسیار تنگ شدندی. بابا چه بکنه آخه با این همه بچه قد نیم قد آخه. نکن آقا جان، نکن مگه نمیبینی جا تنگ آخه عزیز. بیا همینه رو میخواستی؟ خلاصه این رفیقمون زد به سیم آخر و به خانه کت خدا آقا رفتندی تا شکایت کنندی. کت خدا آقا، خانه ما خیلی کوچک می باشد. جان مادرت یه مسکن مهری چیزی ما بده. بابا خفه شدیم ما در این خانه. چی؟ خانه تان کوچک است؟ جایتان تنگ است؟ این هم شد چالش؟ برو هرچه گاو در طویله تان هست بیاور داخل خانه تان. مسخره کردی من رو کت خدا؟ من میگم جا برای خودمان نیست، تو میگی برو گاوها رو هم بیاور؟ آقا جان تو چه کار داری؟ حرف کت خدا را گوش بگیر پدر جان. جات باز نشد؟ تنگتر شد. اکنون هرچه از چارپا و ماکیان داری به داخل خانه ببر. من میگم جا نداریم کت خدا آقا، دهان ما رو آسفالت کردندی شما. خلاصه مرد حرف کت خدا آقا را گوش کردندی و بعض بدن در بد شدندی. گاو آقا جان حالیش نیست که. مشکلت حل شد مرد؟ نه کت خدا آقا بدتر شد بابا، پدر من در آمد، زندگیم رو توپاله برداشت، به دادم برس. آهان حالا گاوها و خرها و گوسفندها و مرغها و خروسها را همه را به طویله و آغل و مرغدانی برگردان. سریعتر لطفاً. درست شد؟ آری کت خدا آقا خیلی خوب شد، جایمان باز شد، اصلا نمیدانی. سپاس. خداوند جایتان را گشاد گردانندی. بله به این میگن راه حل کت خدا آقا مدارانه. تا شما باشید برای مشکلاتتان در خانه کت خدا را نزنید. آقا نگیرن ما را یه وقت بابت این نتیجه گیری سیاسی که کردن.